این سکه ها رو می‌بینید. با این سکه ها میخوام یه چیزی راجع به درونگرا و برونگرا بهتون بگم. اگر آدم‌های درونگرا صبح که از خواب بیدار میشن این 3 تا سکه رو داشته باشن به عنوان بودجه روزشون، به ازای هر ارتباطی که با آدم‌های اطرافشون دارن یکی از این سکه ها رو از دست میدن و تا آخر شب اگر 3 تا ارتباط داشته باشن کل پولشون رو انگار از دست میدن. به طور کلی آدم‌های درونگرا وقتی با دیگران ارتباط برقرار میکنن انرژی از دست میدن. اما برعکسش آدم‌های برونگرا کسایی هستن که اول صبح که بیدار میشن هیچ کدوم از این سکه ها رو ندارن و به ازای هر ارتباطی که با دیگران میگیرن و شروع میکنن صحبت کردن باهاشون یک سکه به دست میارن و تا آخر روز اگه با 3 نفر این کار رو انجام بدن 3 تا سکه جمع میکنن. به طور کلی آدم‌های برونگرا وقتی با دیگران ارتباط دارن از این ارتباط انرژی میگیرن و این تفاوت بین برونگرا و درونگراها در ارتباط با دیگرانه. خوبه که اینو بدونیم تا با اطرافیانمون که تایپ شخصیتیشون برونگرا یا درونگره بهتر رفتار کنیم.